بین طرفین هر رابطه تنیس متقابلی برقرار است. بسیار پیش آمده که جسممان جایی باشد و ذهنمان جای دیگری و تمام تلاشمان را می کنیم که حواسمان را جمع کنیم و متوجه اوضاع باشیم. جان گاتمن 40 سال در جایی که نام رسمیش مؤسسه گاتمن و نام غیر رسمیش آزمایشگاه عشق است، درباره علوم روابط پژوهش کرده است. او و همسرش جولی شوارتز گاتمن که روانشناس موفقی است، کتاب‌های متعددی نوشته‌اند و در حوزه‌های ازدواج و روابط از متخصصان دارای شهرت جهانی هستند. احتمالاً این دو در دو حوزه عملکردهای پیچیده روابط و سازوکارهایی که طلاق یا پایداری ازدواج را پیش بینی می‌کنند، از هر متخصص دیگری بیشتر اطلاعات جمع کردند. به نقل از زوج گاتمن، همه ما برای به دست آوردن محبت، تصدیق و توجه در روابطمان تلاش‌های کوچک و بزرگی می‌کنیم. آنها این کار را دعوت به ارتباط می‌نامند. شریک زندگی می‌تواند به 3 روش مختلف به دعوت به ارتباط پاسخ دهد. می‌توانیم این 3 رویکرد را به بازی تنیس تشبیه کنیم. آنها اولین نوع پاسخ را پس دادن می‌نامند. برای مثال، وقتی به خانه می‌رسید، معشوقتان را نوازش می‌کنید و سخنی شبیه به این می‌گویید: هوا امروز واقعاً خیلی خوب است. و معشوقتان پاسخ می‌دهد: آره، موافقم، خیلی خوب است. بهتر است پنجره‌ها رو باز کنیم. در این مثال همسرتان مانند حریف بازی تنیس در آن سوی زمین است که سرویس شما را دریافت می‌کند و پس از برخورد توپ به زمین ضربه محکمی درست در جهت محل ایستادن شما به توپ وارد می‌کند. زدن ضربه برگشت به توپ در این شرایط بسیار آسان است و رد و بدل کردن توپ ادامه پیدا می‌کند. نوع دوم پاسخ رد کردن نام دارد. مثلا ممکن است پاسخ همسرتان به نظر شما در مورد هوا این باشد: واقعاً به نظر من هوا امروز خیلی گرم است. اصلا از هوای شرجی خوشم نمی‌آید. در این شرایط همسرتان به توپ ضربه زده، اما کاملاً برعکس جایی که شما ایستاده اید و باید برای رسیدن به توپ بدوید. ممکن است رد و بدل کردن توپ ادامه پیدا کند، اما نیازمند تلاش بیشتری است. نوع سوم نادیده گرفتن است. همسرتان به نظر شما در مورد هوا اصلاً توجهی نمی کند و در عوض بحث را تغییر می دهد. مثل: هنوز ماشین را برای تعویض روغن نبرده ای؟ توپ مستقیم به سمت تور پرتاب شده است. بازی تمام است. اکنون باید انرژی ذهنی و جسمی به دست بیاورید تا دوباره رد و بدل کردن توپ را آغاز کنید. بر اساس پژوهش گاتمن، هر دو نوع پاسخ اول و دوم، حتی نوعی که به جدل می‌پردازد، عموماً برای سلامتی یک رابطه خوب هستند. آن نوع پاسخی که آسیب زیادی وارد می‌کند نوع سوم است. این پاسخ نشان می‌دهد دو نفر همدیگر را نمی‌بینند. زمین بازیشان متفاوت است یا کلاً بازی متفاوتی انجام می‌دهند. مثل این است که هر دو به یک دیوار نگاه کنند و یکی بگوید این دیوار آبی است و دیگری اصرار داشته باشد که قرمز است. چیزی به نام رابطه بی‌دردسر وجود ندارد، اما روش‌های ساده‌تری هم برای استوار کردن ارتباط وجود دارد. نیازی نیست در تمام موارد با فرد دیگر موافق باشیم، اما باید در برابر همسر خود حاضر باشیم و به او دقت کنیم و تمام توجهمان را معطوفش کنیم. شاید همیشه ممکن نباشد، اما لازم است این کار را هرچه بیشتر انجام دهیم.